در این دست با استفاده از پلاگین فیوم افیکس که از ورژن 3 این پلاگین استفاده میکنیم شبیه سازی بخار رو انجام میدیم تا کار ما طبیعی تر باشه. از لیست آبجکت ها فیوم افیکس رو انتخاب میکنم و محفظه اصلی فیوم افیکس رو که در واقع شبیه سازی آتش یا بخار در اون صورت میگیره ترسیم میکنم. این فضا هر چقدر کوچکتر باشه پردازش کار ما سریعتر انجام میشه. در نتیجه اون رو محدود میکنم به فضایی که قرار بخار داشته باشه. مثلا تا این حد، حتی عرضش میتونه کمتر باشه و ارتفاع کمتری هم میتونه داشته باشه. مثلا چون بخار به سمت بالا میره بد نیست که مقداری این رو زیاد بکنیم. بسیار خوب. پارامتر اسپیسینگ از پارامترهای مهم فیوم افیکس است. دقت بکنید که این پارامتر در واقع اندازه وکسل ها هست که هر چقدر کوچکتر بشه دقت کار ما بیشتر خواهد شد و وکسل های بیشتری در این حجم جا میگیره و در نتیجه تعداد ذراتی که فیوم افیکس تشکیل میده رو میتونیم بیشتر بکنیم. مثلا من این پارامتر رو به 0.2 کاهش میدم و میبینید که سایز ما افزایش پیدا میکنه. از اونجا که قرار آبجکت سیال ما بخار تولید بکنه در نتیجه ما نیاز به آبجکت سورس داریم برای فیوم افیکس. از بخش هلپرز، بخش فیوم افیکس، آبجکت سورس رو انتخاب میکنم و اون رو در صحنه رسم میکنم. موقعیت آبجکت سورس مهم نیست چرا که آبجکتی که برای اون انتخاب میشه اهمیت داره. در تنظیمات آبجکت سورس سیار رو پیک میکنم. به اسمی که در این جمله دقت بکنید احیانا اشتباه انتخاب نشه. بسیار خوب. به تنظیمات فیوم افیکس بریم. تنظیماتی هست که لازمه حتما انجام بشه. بخش مسیرها رو حتما چک بکنید که در جای مناسبی ذخیره بشه. فریم ها به طور پیش‌فرض بر اساس فریم های اصلی نرم افزار تنظیم میشه. با این حال اگر لازم اون رو کنترل بکنید. اندازه و اسپیسینگ رو میتونیم در همین جا تغییر بدیم. در بخش سیمولیشن کوالیتی رو بر روی 5 نگه میداریم، اندازه مناسبی هست. تایم اسکیل رو حتما کم بکنید چرا که اون چیزی که فیوم افیکس ما تحویل میده در واقع دوده نه بخار و اگه بخوایم القا بکنیم که این بخاره باید زمان پراکنده شدن اون کاهش پیدا بکنه. در نتیجه تایم اسکیل رو مثلا به نصف کاهش میدیم تا با سرعت کمتری منتشر بشه و در نتیجه به نظر برسه که این بخار هست. در بخش سیستم حداقل چیزی که باید تغییر بکنه توربولنس یا بی‌نظمی بخار هست که در حالت عادی X و YZ با هم قفل هستن، بنابراین من کافیه X توربولنس رو تغییر بدم تا سایر محورها هم تغییر بکنه. مثلا به اندازه 0.3 سانتی متر اون رو افزایش میدم. بد نیست که بی‌نظمی ما کمی اسکیل بشه به سمت پایین، یعنی کوچکتر نمایش داده بشه. من اسکیل توربولنس نویز رو باز هم نصف میکنم، به 10 کاهش میدم و دیتیل رو به حد اکثر یعنی 5 افزایش میدم. خب ما اصلا نیاز به فویل نداریم، کاملا اون رو غیر فعال میکنیم. دقت بکنید که در بخش ژنرال خروجی ما فقط اسموک باشه که با غیر فعال کردن فویل در واقع این اتفاق میفته. خب اسموک باینسی رو عدد منفی قرار دادیم که در حالت پیش‌فرضش هم هست. میتونیم این رو مثبت بکنیم، بد نیست چون منفی بودن بایونسی باعث میشه که بخار به سمت بالا بره و اگر اون رو مثبت بکنیم میتونیم اون رو به سمت پایین منتقل بکنیم یا حداقل سرعتش به سمت بالا رفتن رو کم بکنیم. در صورت با منفی 1 امتحان میکنیم، اگه لازم شد دوباره این پارامتر رو به این پارامتر برمیگردیم و اون رو تغییر میدیم. در بخش رندرینگ
به فایر نیازی نداریم چون فول کاملا غیر فعال شده. در بخش اسموک امبینت رو رنگ سفیدی قرار میدم چون بخار سفید رنگ هست و اپاسیتی اون رو کمی بیشتر میکنم تا بیشتر دیده بشه. کست شادو رو فعال میکنم، رستیو شادو هم به همین ترتیب و در بخش ایلومینیشن از نورهای صحنه استفاده میکنم. اچ رو میزنم تا بتونم نورها رو پیک بکنم. دقت بکنید که زمانی که نور در صحنه وجود داره و ایلومینیشن پارامترز حاوی نور هست، فعال بودن گزینه‌های اسموک کمک میکنه، در غیر این صورت هیچ تأثیری نخواهند داشت. بخش اصلی کار ما آبجکت سورس هست که آبجکت اصلی مورد استفاده یعنی این آبجکت که در واقع آبجکت سورس ما هست، ظرف استکان، بدنه قوری و درب اون که حتما لازم هست اونها پیک بشن. اگر درب رو پیک نکنیم عملا بخار از بالای این رد میشه، عبور میکنه و شکل قشنگی به کار نمیده. در تنظیمات آبجکت سورس هم بد نیست که دما رو کمی بالا ببریم، مثلا 500 و اگر میزان اسموک هم کم باشه میتونیم اون رو هم زیاد بکنیم. بقیه پارامترها رو دست نخورده نگه میداریم. این نکته‌ای که باید حتما انجام بشه، همونجور که در زمان مدل سازی هم سعی کردیم انجام بدیم، این هستش که در کاملا روی قوری رو بپوشونه و مانع از این بشه که بخار به سمت بیرون حرکت بکنه. اگر لازم هست اون رو بزرگتر بکنیم تا این اتفاق نیفته. اشکال نداره که در بدنه قوری فرو بره، بهتره که این کار رو انجام بدیم تا اینکه بخار به سمت بیرون بیاد. بهتر شد. همچنین بد نیست که برای قوری و دسته اون هم از شل استفاده بکنیم تا ضخامتی که به اون داده میشه باز هم مانع از بیرون زدن بخار بشه. مثلا همین 0.2 سانتی متر اندازه مناسبی است. به نمای دورین برگردیم و باز هم بدنه فیلم فیکس رو انتخاب بکنیم. بسیار خوب. اگر لازم شد به تنظیمات برمیگردیم و اونها رو اصلاح میکنیم. فعلا نیازی نیست. پریویو رو فعال میکنیم و سیمولیشن رو میزنیم تا این شبیه سازی انجام بشه. اگر به تنظیماتی که انجام بدید شک دارید یا فکر میکنید که ممکنه بتونید تنظیمات بهتری انجام بدید، بد نیست که گزینه سیمولیشن لوپ رو فعال بکنید تا همزمان با سیمولیشن این تغییرات رو بدید و نتیجه رو همون لحظه ببینید. فقط دقت بکنید که در هر صورت در انتهای تنظیمات باید یک دور کامل این پروسه انجام بشه تا تمامی فریم های ما حاوی افکت بخار باشن. من ویدیو رو پاز میکنم و تا انتهای سیمولیشن صبر میکنم.